سلام علیکم، من فائزم و خیلی خوش اومدید به چنل من. همونجور که توی ویدیو برنامه ریزی که واسهتون گذاشتم بهتون قول داده بودم، اومدم واسهتون بگم که چجوری من یه سری عادت‌ها رو با گذاشتن چالش به زندگی خودم وارد میکنم. این روش جوری هست که واسه زندگی من جواب بده و خیلی ساده است، ولی این به این معنی نیست که واسه همه جواب میده، واسه همه مناسبه و قراره همه ازش نتیجه بگیرن. نه، به نظرم ویدیو رو ببین و ببین اگه متناسب با تو هست برو و اجراش کن، چون به نظرم خیلی ساده است و ضرری هم نداره. توی ویدیو برنامه ریزی یه کامل واسهتون توضیح دادم که حالا چجوری میتونین زندگیتون رو به بخش کوچیک تقسیم کنین و اون رو کنار هم قرار بدین و خودتون برای خودتون یه برنامه شخصی واسه خودتون بسازین. بهتون گفتم که میام و میگم که چجوری چالش بذارین واسه خودتون. پس اگر اون ویدیو رو ندیدی پیشنهاد میکنم که اول اون ویدیو رو ببین، چون حس میکنم که خیلی بهت کمک میکنه که خودتو بهتر بشناسی. و بعدم بریم با هم دیگه بگیم که چجوری اون عادتهایی که سخت‌تر ایجاد میشن رو به زندگیم وارد میکنم. چون یه سری عادت‌ها هستن که خب راحت ترن، آدم اونقدر باشون درگیر نیست، خیلی راحت تر وارد زندگی میشن، وارد اون نظم و روتین زندگی میشن. ولی یه سری عادت‌ها مثل ورزش کردن واسه من خیلی سخت بود. اینجوری بود که هفته یه روز ورزش میکردم یا 2 هفته ورزش نمیکردم یا یه هفته 3 روز ورزش میکردم. من دوست داشتم ورزش یه چیزی باشه که به عنوان یه عادت بیاد و منظم بشینه تو روتین من. من گفتم که بیام این کارو کنم. اومدم چیکار کردم؟ عکسش واسهتون اینجا میذارم که خیلی از نزدیک ببینید که دقیقا چجوریه. اومدم روی یه کاغذ 30 روز ماه رو نوشتم و زیرشون دایره کشیدم و بالاش هم نوشتم چالش ورزش. و واسه یه ماه همین کارو کردم و اونو زدم به دیوار، جایی که دائم ببینمش، دائم اون تلنگره رو بگیرم و بهم یادآوری بشه که فائزه ببین تو اگه این کار انجام ندی نمیتونی این دایره رو پر کنی. و من شده بود مثلا یه شب بلند میشدم ورزش میکردم که این دایره رو پر کنم، یا صرفا میرفتم یه پیاده روی میکردم که اون ورزش باشه، حتی اگه مثلا ورزش اصلی نباشه باشه که من بتونم مثلا اینو پرش کنم. و اینجور نبود که من آخر ماه به خودم بیام و ببینم که کل مثلا این دایره‌ها پر شدن. نه، اینجوری نبود. چون واقعا یه کاری شما دارین برای اولین بار بهش نظم میدین، طبیعیه که ممکنه بشه ممکنه نشه. ولی اینکه میدیدم از ماه قبل بهتر شده خیلی حس خوبی بهم میداد که ببین مثلا ماه قبل اگه تو 10 روز ورزش کردی این ماه مثلا 15 روز ورزش کردی، خیلی به نظر من پیشرفت بزرگیه. و خوبی این چالشه اینه که شما از یه جایی به بعد وقتی اون تاثیر و نتیجه‌های کوچولو اون چیزایی که ماهانه دارین انجام میدید و میبینید، دیگه فارغ از این که حالا یه چالش گذاشتین زدین به دیوار، فارغ از این که باید برین اون رو پر کنید، دوست دارید انجامش بدید. مثلا من واسه ورزش 2 ماه که این چالشه رو انجام دادم، بعد از 2 ماه دیگه حالا فارغ از این که باید متعهد بمونم به این چالشه، اون حال خوبی که تو بدنم احساس میکردم، من کلا بدن خیلی خشکی داشتم، مثلا آمادگی نداشت، ولی این که میدیدم بدنم آمادگی بهتری داره، دیرتر خسته میشه، همه اینا و اون حال خوبی که من تجربه کرده بودم از این ورزشه باعث میشد که من دلم میخواد باشه واقعا توی زندگی. حتی اگه 2-3 روز انجام نمیدادم بازم اینجوری که من دوستان برگردم دوستان ورزش کنم، نه به خاطر اون چالشه، به خاطر اینکه من دیگه اون رو به عنوان یه چیز توی زندگیم پذیرفته بودم و دوستش داشتم. اما یه سری از عادت‌ها هستن که خیلی سخت‌ترن و بهتره که به جای اینکه واسهشون چالش ماهانه بذاریم، چالش 1 هفته بذاریم، با 1 هفته شروع کنیم. پس اینجور چالش‌ها رو نه واسه خودتون یه ماه مثلا بنویسید و بزنید به دیوار، چون واقعا وقتی یه چیزی واسه شما خیلی خیلی سخته مغزمون رو بزرگترش میکنه. فکر کن مثلا شما یه چالش ماهانه میذارید واسه این عادت و هی مغز اینجوری که وای من یه ماه باید این کار رو انجام بدم، وای خیلی سخته، وای من دوست ندارم یه ماه این کار رو انجام بدم و این مغز مانع از این میشه که شما بخواید انجامش بدید. پس واسه اینجور عادت‌ها قدم‌های کوچولو کوچولو بردارید. سعی کنید یه هفته بذارید، بعد از یه هفته که تموم شد اینجوری که یه حس موفقیتی که قدمی برداشتین باعث میشه که برید برای هفته بعد. بعد کوچولو کوچولو وقتی دیدین که داره بیشتر وارد زندگیتون میشه و براتون راحت‌تر شده، اون موقع میتونید مثلا چالش ماهانه بذارید و اونجوری پیش ببرید.
و یه نکته‌ای که در مورد این چالش باید بهتون بگم اینه که اصلا چند تا چالش واسه خودتون نذارید. اینجوری که اوکی کاغذ میزنم برای ورزش، کاغذ میزنم برای زبان خوندن. نه بچه‌ها، واقعا این کار نکنید، چون هم باز برای مغز بزرگ و سخت میشه. همین که من خودم تجربهش کردم، واقعا خیلی سخته پیش بردن اینا، چون شما دارید این چالش رو واسه عادتهایی میزنید که خودش به خودی خود سخته واسهتون نظم دادنش توی زندگی، آوردنش توی روتین زندگی. پس وقتی چند تا از اینا رو کنار هم قرار بدین خیلی سخت میشه، هم به شما فشار میاد، هم ممکنه اون که نتونستی از پسش بر بیاید باعث بشه که به خودتون بگید نه اینم جواب نمیده، نه من نمیتونم، نه فلان. پس سعی کنید با یه چالش شروع کنید و وقتی حس کردید اون عادت به زندگیتون وارد شده و شما اون نتیجه کوچولوشو دیدید و الان حس خوبی بهش دارید، اون موقع سعی کنید چالش‌های جدید واسه خودتون بذارید، یا مثلا میگم یه چالش قدیمی رو یه چالش جدید بذارید، ولی از همون اول همشون هم دیگه نذارید. راستی یادم رفت ناخن جدیدم رو بهتون نشون بدم. عادت کردم که توی ویدیوها ناخنم رو نشون بدم بهتون هر موقع جدیدش میکنم. حتی هیچ ربطی به موضوع ویدیو نداره، ولی ببینید شما چقدر نازه. آره دیگه، خلاصه که حالا دیگه بحثو به بیراهه نکشیم. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم اگه واسهتون مفید بود. لایک کنید و واسم کامنت بذارید تا من بدونم چه جور بوده که بتونم ویدیوهامو بهتر کنم و خلاصه با یه سری تغییرات باعث بشم که این چنل خفن‌تر بشه. اگه هر سوالی داشتید راجع به این چالش و هر چیز دیگه‌ای حتما توی کامنت ازم بپرسین، جواب میدم همشونو. تا یه ویدیوی دیگه، روز و شبتون پر آرامش.